با سلام و احترام، من مدیر بخش فارسی زبان پلتفرم جامعه ارائه خدمات پزشکی در ترکیه هستم. تو لیپام شما عضوی از خانواده گرم و صمیمی هستید که سلامتی شما در رأس اولویت‌هاشون قرار داره. هر یک از اعضای این خانواده بزرگ با تعهد و دلسوزی کامل تمام تلاش خودشون رو به کار میگیرن تا سفر درمانی بی‌نظیر و تجربه خوشایندی رو برای شما رقم بزنن. پلتفرم لیپام دارای 2 بخش اصلی هست. یه بخش انگلیسی زبان که همکاران انگلیسی زبانمون کاراشون رو انجام میدن و یه بخش فارسی زبان که تیممون مسئولیتش رو بر عهده داره. ما کارهای مربوط به پذیرش و هماهنگی درمان بیماران رو تو 150 تا بیمارستان بین‌المللی در 21 شهر ترکیه که شامل 3 تا از بیمارستان‌های آمریکایی هم هست رو انجام میدیم. برخی از بهترین گروه‌های بیمارستان‌هایی که ما کارهای پذیرششون رو انجام میدیم رو به صورت خلاصه براتون توضیح میدم. اولش گروه بیمارستانی آمریکن با 4 بیمارستان، گروه بیمارستانی آجیبادان با 28 بیمارستان، گروه بیمارستانی مموریال با 10 بیمارستان، بیمارستان آنادولو با 2 بیمارستان، گروه بیمارستانی مدیپول با 10 بیمارستان، گروه بیمارستانی مدیکانا با 16 بیمارستان، گروه بیمارستانی لیو با 10 بیمارستان، گروه بیمارستانی یدتپه با 8 بیمارستان، گروه بیمارستانی مدیکال پارک با 15 بیمارستان، گروه بیمارستانی ویم مدیکال پارک با 8 بیمارستان، گروه بیمارستانی لقمان حکیم با 10 بیمارستان و سایر بیمارستان‌های دیگه‌ای که ما کارهای پذیرش و هماهنگی اونا رو انجام میدیم. با توجه به گستره بیمارستان‌هایی که ما باهاشون کار می‌کنیم، میتونیم بر اساس بودجه شما حتی اگه محدودم باشه، بهترین خدمات با کیفیت رو در بیمارستان‌های مقرون به صرفه براتون هماهنگ کنیم. اگه بودجه مورد نظرتون رو به من بگید، میتونم بهترین خدمات پزشکی رو با مناسب‌ترین قیمت براتون پیدا کنم. کارشناسان ما تو اولین تماس با صبر و حوصله به سوالات شما در مورد روند درمانتون، انتخاب بیمارستان و پزشک متخصص، هزینه‌ها و سایر موارد مربوط به سفر درمانی شما پاسخ میدن. با توجه به نیاز و شرایط شما، بهترین بیمارستان و پزشک متخصص رو انتخاب و فرآیند پذیرش شما رو به طور کامل انجام میدیم. ما در کنار کارهای هماهنگ پذیرش بیمارستان برای رفاه حال شما ترانسفر رایگان از گاه به هتل و بیمارستان و بالعکس رو در نظر گرفتیم. در بیمارستان مترجم فارسی زبان در کنار شما خواهد بود تا هیچگونه مشکلی از نظر زبان هم نداشته باشین و به راحتی با پزشک و پرسنل بیمارستان بتونید صحبت بکنید. خدمتتون عرض کنم که خدمات مترجم و ترانسفر به صورت رایگان ارائه میشه و هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. این نکته رو هم باید تاکید کنم که شما هیچ هزینه‌ای رو به ما پرداخت نمی‌کنید و فقط هزینه خدمات پزشکی رو در زمان مراجعه به بیمارستان و به صندوق بیمارستان پرداخت می‌کنید. قبل از شروع درمان، تمام هزینه‌های مربوط به خدمات درمانی، اقامت و سایر موارد به صورت شفاف به شما ارائه میشه تا هیچگونه نگرانی از بابت هزینه‌ها نداشته باشید.
علاوه بر اون ما میتونیم بلیط هواپیما و هتل رو نیز با توجه به سلیقه و بودجه‌تون رزرو کنیم. تیم ما در تمام مراحل درمان از مبدعی تا ترخیص از بیمارستان در کنار شما هستند و به تمام سوالات و نیازهای شما با دقت و صبر و حوصله پاسخ میدن. تولیپام به جای یه بیمار شما عضوی از خانواده ما هستید که دلسوزانه ما در کنار شما هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم تا یک سفر سلامتی عالی و خوبی رو داشته باشیم. زمان اگه سوالی داشتید یا نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید میتونید 7 روز هفته تا ساعت 9 شب با من تماس بگیرید.